اگه تو هم دنبال یک کد DNS که بازی رو اینجوری واسه بالا بیاره بدون لودینگ وارد بازی بشی، تا این ویدیو رو لایک و ساب کن و یه کامنت هم بذار و تا آخر ویدیو همراه من باش. سلام، من الماس گیمر هستم و خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها واسهتون یه کد DNS خفن جدید آوردم. شما خسته شدید از این که واقعا وارد بازی میشید میبینید نمیرید کد DNS کار نمیکنه و یوتیوب هم میرید میبینید کد DNS های قدیمی رو میاره واسهتون یوتیوبرها. و بچه‌ها این کد DNS کاملا جدیده و اصلا تو فکر نکنم دیده باشید این کد DNS رو. بریم واسهتون رجیستر رو شروع کنیم. بچه الان که وارد باشم این 20 و این 20 ثابت شاید بده بهتون، چون من گوشیم ضعیفه مثلا نمیدونم باگ خورده چی شده. ای بابا وارد گوگل شد، نمیدونم باگ خورده یا چیه پینگ 20 ثابت. اما 100% الان خود میدونید دیگه تلپورت یا چیز دیگه ای وجود نداره. رجیسترش هم میدید کاملا خوبه، با 4-5 تا تیر میدید، 5 تا تیر که با 4 تا تیر میداده و بعد میس هم کم میدید. بچه ها واقعا الان ببینید چقدر میس کم میدم. آره اگه شما اینجور کد DNS رو دوست دارید و بچه ها اگه کد DNS رو میخواید تا آخر ویدیو همراه من باشید، چند تا توضیح در موردش. بچه ها مثلا شما وقتی وارد بازی میشید، از وقتی از این کد DNS استفاده میکنید، باید قبلش چند بار حالت هواپیما رو خاموش و روشن کنید، به خاطر اینکه یکم وقتی حالت هواپیما کنید نتتون قوی تر میشه و وارد بازی میشید. چند بار حالت هواپیما رو خاموش کنید و بازی رو یه بار وارد بازی بشید و DNS رو روشن کنید و وارد بازی بشید. وارد بازی که شدید اگه دید لودینگ میاد چند تا چرت و پرت دیگه، شما دوباره از بازی رو ببندید، بیاید بیرون، DNS چنجر رو یه بار کنید و بازی رو هم بسته باشید و وارد بازی بشید. این دفعه دیگه 100% میاد. کلا خودم چندین بار تست کردم، واسه من راستیت چند تا اتفاق نیفتاده مثلا نیاره، ولی میگم اگه نیاورد این کارو کنید، چون گوشی یکی دیگه همچه اتفاق واسه چه خود رو همچه کاری کردم وارد بازی شد و شما اگه همچین کار رو کنید 100% وارد بازی شد. یه توضیح دیگه برای این DNS بهتون بگم. حتی این DNS ها جدیدن نمیدونم پابجی چه مرگشه، این DNS جدیدن درستابی کار نمیکنه و DNS کار میکنه 2-3 روز کار میکنه از بین میره. اگه این DNS هم خراب شد، خودم الان دارم از همین استفاده میکنم، اگه این DNS خراب شد و دیدیم دیگه کار نکرد، مثلا یک کد DNS سری پیدا میکنم، یک کد DNS جدید. شما مثلا بعضی تا رنگ ها بتونید چیکار کنم فلان کنم بسار کنم، مجبورید باید یه DNS داشته باشید. میتونم بخرید، بعضی هاشون هم درست کار نمیکنه، شما مجبورید این کار کنید و واسهتون سریعا یه کد DNS میارم. بعضی از کد DNS هم اینه که وقتی 2-3 بار وارد بازی میشید بازی رو میبرید، 2-3 ساعت وارد بازی نمیشید و وقتی وارد بازی میشید خرابه و بچه این کد DNS اصلا کد DNS
دیشب کد DNS گرفتم و تا صبح داشتم بازی تا صبح داشتم پلی میدادم و هیچ مشکلی نداشت و امروز صبح وارد بازی شدم، یعنی هیچ مشکل نداره و از صبح تا الان وارد بازی شدم و میبینید هیچ مشکلی نداره. اگه هم دیدم این کد DNS از کار افتاد سریعا براتون یک کد DNS جدید واسهتون پیدا میکنم و شما از بازیتون لذت ببرید و انشالله. بچه ها شاید شما فکر کنید مثلا این DNS هم این DNS دیگه است. من الان واسه تو این تست رو میارم. الان از بازی خارج میشم و وارد DNS چنجر میشم و یه بار دیگه وارد بازی میشم. ببینید چجوری وارد DNS چنجر میشیم. این کد نسل 4شه، این هم نسل 6. نسل 6 و این نسل 4ش. الان بازی رو بستم، DNS خاموش کردم، DNS رو استارت کردم و وارد بازی شدم. صبر کنید، وارد بازی شدم. الان ببینید میاره یا نه. ببینید میاره یا نه. این کد DNS چه اگر میبینید یکم دیر وارد بازی میشه، این مشکل از گوشی من، گوشیم ضعیف و میبینید سریعا وارد بازی میشه و لودینگ هم ندیدید. این لودینگ هم که میبینید پینگ توی آلمان هم بازی کنین یه بار این لودینگ ریزو میده، اما DNS که آوردم واسه تون از نت آلمان بهتر و ریجستر عالی، پینگ خوب، همه چی عالی. میبینید که پینگ لابیم هم عالیه، همه چیم درست. بچه اگه از این ویدیو لذت بردید ویدیو لایک و ساب و همه چی کنید و اینکه نسل 4 الان واسه میتونم نسل 6 هم تو دیسکریپشن. خداحافظ تا ویدیوی بعدی.